درود همدیران عزیز. ما در شهر همدانیم. همدانی یعنی اینجا وطن ما های. خونی ما همین همدانی در اختیاری. ما همدانیم. اینجا که این نمک های. ما یک طبیب جورا دارم از مسکو های. بعد یک مصلحت داد گفت بختیار جان ما یک خواب دیدم همین خواب عملی که ما گفتم چی خواب باشه. بعد وای ما را بسیار فریاد میکرد میگفت بیا بحر رو دم بگی نمک میزنه قند پس میکنه شیشه را تازه میکنه طبابتی ای. بعد یک سال آخر شد که ما تاجیکستان بیرون برآمده نشد است حساب کارمون. بعد زنگ زد گفت خواب دیدم میره که خوجا مومین جان در که خوجا مومین جان میستی نفس میکشی یا که خوجا مومین جان نمک ببری خونه میبری یک خونه را نمکی میکنی در این همون میشنی نفس میکشی هم خود را فایده میکنه قند پس میکنه هم کسلا را شیشوش تازه میکنه. اینک ما اومدیم که خوجا مومین جان این نمک را نگاه که نمک یک بار گفتیم که بینیم چی میشود. بعد یک روز اومده همینجا میبریم در آسایشگاهمون عدل نه خونه نمک برای طبابتی خمون میکنیم برای خلق هم میکنیم. اینا با اگر صاحبکارای تاجیکستان باشن در همه جای یگام آسایشگاه کنن به حد نمک چیزی طبابتی است. این جوری یک برسیم کنیم. اینا نگاه کنیم. ای همونجا که چشمه میویه این همین نمک است. همین نمک گرفته بردن در کورکه و ای همدانی تو و سیره همین که میروه. گفتم نمک بازار گیریم گفت نه نمک برای ای که بگی برای که زنده های قوت زنده داره. خیلی خدا خواهم کورم رو تشکیل میکنیم. رحمت بانو برای خوابیت.